از متن تا حاشیه بیمه رانندگان اینترنتی، طرحی که بعد سالها چشم انتظاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تصویب رسیده تا هنگام حوادث و بازنشستگی پشت و پناهی برای میلیون‌ها راننده باشه، اما هنوز اجرایی نشده. تابستون 1403 رئیس وقت بیمه تامین اجتماعی از یک فرار خبر داد. یک جورایی داره فرار بیمه اتفاق میفته. سکوهای تاکسی‌های اینترنتی پوشش بیمه رانندگان خودشون رو گردن نمی گرفتن. با این جوابی: رابطه رانندگان با تاکسی آنلاین رابطه کارگری کارفرمایی نیست. رابطه کارفرمایی و کارگری بین اسنپ و کاربر راننده وجود ندارد. خودتون میدونید، میخوام برین خودتون بیمه کنید. و اینگونه شد که با مقاومت مدیران سکوهای اینترنتی مجدد به مجلس کشیده شد. میگه که ایشون کارگر من به چی اجباری؟ این که میگویی مجلس باید وارد عمل شود و تکلیف رو روشن کند برای حمایت از قشر کارگر راننده پلتفرم هستش، راننده اسنپی هستش، راننده موتورسوار پیک هستش. با همکاری دولت و مجلس طرح بیمه رانندگان سکوهای مجازی در کمیسیون عمران و اجتماعی تصویب شد. کمیسیون رأی داد به نفع این دوستان، به نفع رانندا. همه در یک کلام باید تا پایان برنامه هفتم بیمه بشود. اسنپ و تپسی هم جدایی از این قاعده و قوانین نیستند. 13.5% حق بیمه توسط خود راننده پرداخت بشه. 13.5 مابقی شد از کجا تامین کنیم؟ 4% به ازای هر سفر به روی اون کرایه افزوده میشه. طرحی که هنوز قانون نشده، برخی در فضای مجازی بازنشستگان رو از قطعی مستمریشون ترسوندن. بازنشسته اگر براش بیمه مجدد رد بشه مستمریش قطع میشه، که اینطور نیست. در این قانون هم دیده شده که هم معاف از پرداخت 13.5% باشن، هم حقوق بازنشستگیشون قطع نشه. بعضی دیگه هدف این طرح رو جبران ناترازی‌های صندوق تامین اجتماعی عنوان کرد. تامین اجتماعی صرفاً فقط از این 4% میخواد برای خودش درآمد داشته باشه. حالا اون مابقیش که آیا راننده پرداخت میکنن یا نمیکنن بماند. بایستی صرفاً برای بیمه رانندگان استفاده بشه. در غیر این صورت مجازات کیفری برای این دیده شده، برای تامین اجتماعی. پس این برای ناترازی نیست، برای جای دیگه هزینه نخواهد شد. کسایی هستن که شغل دوم و سومشونه، یعنی صبح تا بعد از ظهر یه جایی کار میکنه، آخر هفته ها، آخر شبا میره توی این پلتفرم شروع به کار میکنه. این آدم پس جای دیگه بیمه داره براش رد میشه، این بیمه دیگه براش معنی نداره. دوتا بیمه داشتن که به درد نمیخوره. مشمول بیمه کارگاه دوم میشن و در زمان بازنشستگی از حق و حقوق دوتا کارگاه استفاده میکنن.